سلام بهتون دوستای خوبم. اومدم با آموزش این کیف. ببینید بافتش خیلی جذابه و این کیف به صورت گرد بافته میشه. من براش 2 تا دسته کوتاه زدم. شما اگر دوست داشته باشید میتونید دسته های بلندم استفاده کنید و براش کفی گرد خودم بافتم. شما میتونید از کفی های آماده استفاده کنید. ابعاد کیف رو اگر بخوام بهتون بدم، کفی کیفم تقریبا 17 سانته و بلندی کیف من تقریبا 20 الی 21 سانته. خیلی خیلی بافت لذت بخشی داره. قدم به قدم این آموزش رو با هم جلو میریم. فقط یادتون باشه که کفی رو به شیوه گرد بافی نرمال بافتم. درباره گرد بافی تا آخر توضیح نمیدم و میریم که آموزش رو با هم دیگه شروع کنیم. شما هم با من ببافید تا با هم دیگه پیش بریم. برای شروع آموزش قلابی که استفاده میکنم تولیپس شماره 4 هست، یه دونه قیچی و لطفا یه دونه نشانگر برای این کیف که میخوایم ببافیم داشته باشید، لازمتون میشه. نخی که استفاده میکنم رافیای تابیده هست، رنگش تقریبا شبیه کنفی ولی یک مقداری هم به حالا قهوه‌ای میزنه دیگه. نمیدونم که چه جوری رنگشو بگم ولی خب شما قطعا خودتون میدونید که چه رنگی میخواید کار کنید. بچه برای بافت این کیف من دو جور دیدم، چون که این از برند مانگو هستش که یه مدلش دیدم با رافیه نواریه. بعد من یه مدل دیدم که رافیه تابیده بود. من با رافیه تابیده ارتباطم همیشه بهتره، ولی خب رافیه نواری هم استفاده میکنم ولی بیشتر تابیده. برای شروع ما با 7 پایه شروع میکنیم. ببینید در آخر شما باید یک پایه زوج داشته باشید و اینکه بدونید ما یک در میون میخوایم جا بذاریم. خیلی کیف جذابیه، خیلی بافتش راحت، تکرار 2 رج ضربدری هست ولی دقت میخواد، فقط دقت کنید. خب برای شروع بچه من میخوام اول کفی کار رو خودم ببافم، گرد میخوام ببافمش. حالا شما اگه بخواید کفی آماده استفاده کنید که دیگه اونجوری. ببین حلقه جادویی میذاریم. اگه نمیدونید چیه که من بارها توضیح دادم، اینجوری نخ روی 3 تا انگشتتون میذارید، یه حلقه کوچولو درست کنید، از زیر ببرید دستتون. من با 7 تا پایه شروع میکنم. خب این یک زنجیره زدم، این 1 2 3 4 5 6 7. بچه‌ها سعی کنید که این قسمت رو خوب حلقتون رو تنگ کنید، چون که این کفی کارتونه، گرده و خیلی به چشم میاد، نه جوری که بندتونم پارشه. خب حالا برای این روش گرد بافی من میخوام از روش حلزونی استفاده کنم. یعنی چه؟ من اینجا روی قسمت دونه آخرم و روی دونه اولی بست نمیزنم. میخوام چه کار کنم؟ من میخوام حالا که میخوام برم ردیف دوم که تو هر دونه میخوام 2 تا پایه ببافم، میخوام مستقیم برم روی دونه اولم، نخ حلقه جادوییم هم همینجا هایت میکنم، میخوام 2 تا روی این پای اولی ببافم. خب دیگه بست نمیزنم. این یه دونه. خب این یه دونه رو که بافتین، نشانگر رو همینجا بزنید که شما دونه اولتون رو گم نکنید. حتما این کار رو انجام بدید چون میخوایم حلزونی ببافیم. خب حالا من دونه اولی رو بافتم، میخوام برم روی دومی رو ببافم. ببینید این دومی. خب اوکی، روی بعدی هم همینجوری 2 تا میبافم. این نخ حلقه جادویی من همینجوری یواش یواش پنهان میکنم. خب شما روی هر دونه 2 تا ببافید تا برسیم سر این دونه اولی. ببینید من رسیدم به این نشانگر. حالا دوباره من توی این نشانگر، توی خونه نشانگرم من 2 تا میبافم
دیگه گرد بافیه دیگه. من نمیخوام خیلی این کفی رو توضیح بدم. 2 تا میبافم، بعدی تک، دوباره 2 تا میبافم، بعدی تک. الان 2 تا بافتم، توی اولی برمیدارم اینجوری نشانگر رو میزنم، داریم حلزونی میریم جلو. خب 2 تا رو بافتم، بعدی تک، همینجوری 2 تا ببافید، بعدی تک، تا بیایم برسیم به رج بعدی. چیزی بگم، اگر که مشکل دارید هنوز توی گرد بافی که پیشنهاد میکنم انقدر ببافید تا مشکلتون برطرف شه، میتونید مستطیل هم ببافید، ولی من گردش رو مشتری پیشنهاد دادم، خیلی پسندید و کیف پرفروشی هم هست، خیلی هم ترنده، خیلی هم دوستش دارن. خب رسیدیم به این دونه ای که نشانگر خورده بود. دوباره تو دونه ای که نشانگر خورده من یه جفت میبافم. خب توی دونه اولی نشانگرم رو میزنم. شما اگه یادتون میره همون اولی تا بافتید نشانگر بزنید، من یادم نمیره. خب حالا ردیف قبلی یه دونه تک بود، حالا افزایش میدیم، 2 تا تک میبافیم. گرد بافی اینجوریه دیگه، شما هر ردیف که میدید بالا تعداد تکا رو افزایش میدید. خب دوباره خونه بعدی که میشه، درست رد کردم، 2 تا تک، 2 تا، یه دونه جفت، یه جفت یا 2 تا تک. خب دوباره 2 تا تک میبافید. اینجا طوفانه. خب دوباره یه دونه جفت. حالا برای که یه نشونه هم داشته باشید، ببینید بچه‌ها، من وقتی میخوام جفت ببافم میرسم به اولین پای جفت ردیف قبل، اونجا باید جفت ببافم. ببینید الان نگاه کنید، من اینجا اولین جفت ردیف قبلی. خب الانم بعد 2 تا تک بافم، 2 تا تک میبافم توی اولین جفت از ردیف قبلی، دوباره جفت میبافم. اینم میتونید برای خودتون نشونه بذارید. اگه یه موقعی تعداد پایه ها رو نتونستید بشمارید یا هنوز چشمتون به مدل پایه ها عادت نکرده، میتونید. خب اینجا 2 تا پایه بافتم، اینجا جفت بافتم، همینجور ببافید تا برسیم سر برگردیم. من میخوام گرد بافی انجام بدم تا وقتی که پایه من افزایش که پیدا کرد و کفی من که بزرگ شد تقریبا بشه 16-17 سانت. خب دوباره ردیف بعد دیگه اینا رو من فقط میگم، شما ببافید برگردیم. ببینید الان من رسیدم به سر اون پایه که نشانگر زده بودم، من یه دونه جفت میبافم. خب ردیف قبلی 2 تا تک بود، الان 3 تا تک میبافم، 1 2 3. ببینید بعد جفتی بعدی میخوره به اولین پای جفت ردیف قبل، 1 2 3. خب دوباره جفت. خب همینجوری یواش یواش رجا رو افزایش بدید تا جایی که میخواید اندازه مورد نظر باشه. من گفتم من 16 هستم، برام کافیه. هر ردیف که شما اضافه میکنید تعداد پای تک هاتون، پای جفتاتون که همینجور ثابت داره میاد بالا روی جای خودش، تعداد پای تک هاتون دونه دونه اضافه شه. الان 3 تا تک دارید بین این جفت تا اونجا، ردیف بعدی 4 تا تک، ردیف بعدی 5 تا تک، ردیف بعدی 6 تا تک. ببافید، به اون ابعادی که خواستیم رسیدیم، برمیگردیم برای ایجاد طرحمون. عزیزای دلم ببینید من تا همین جای کار برام کافی بود و بهتون بگم که تعداد پای کوتاه هایی که بین هر جفت برای من هست الان 9 تا هست. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تا هست. ببینید من کارم یکم گوشه گرفته، درسته؟ من حالا بینش اصلا ساده بافی نکردم، چون فقط به شما گفتم که با همون روش افزایش تعداد تک پایه بیاد بالا. من دیگه ساده بافی نکردم که شماها بعد گیج بشید. الان برای اینکه این گوشه های کارم رو بگیرم، من 1 یا 2 رج، حالا بستگی داره ببینم چجوری، شما به کار خودتون نگاه کنید، 1 یا 2 رج ساده بافی میکنم. برای ساده بافی هم باز دوباره من هیچ بستی نمیزنم، این نشانگرم رو در میارم،
و روی نشانگر یک دونه پایه میبافم. دوباره نشانگر رو میزنم. اوکی. روی دونه دونه پایه ها بدون هیچ گونه افزایشی من فقط یک دونه میبافم. هیچ کدوم از گوشه ها، اینجوری این گوشه هایی که تشکیل شده که جفت هستن، من دیگه روی اونا جفت بافی نمی کنم. فقط یک دونه ساده روی هر کدوم از اینها یک پایه میبافم. دور تا دور کارم من نگاه میکنم. خیلی حالا این گوشه اگه یک کوچول معلوم باشه، چون که کلاه هم حتی نیست که بخوام بگم کیفه و روش یه کار پر میاد، نمیخواد که حتما گوشه رو اینجوری دایره‌ای طور کنید. من خودم تقریبا یک رچه ببافم برام کافیه. حالا شما اگه دوست داشتید دو رچ ببافید برگردیم. عزیزم ببینید من یک دور ساده بافی کردم. میبینید برای من کافی بود و من حالا میخوام ابعاد رو بهتون بدم. ببینید با یک دور ساده بافی برای من تقریبا همون 17 و نیم شد که کافی بود. اگر که دوست دارید ابعاد کار بزرگتر بشه، رچ های گرد بافی رو افزایش بدید و اگر که به نظرتون میاد گوشه داره کارتون، دو دور ببافید. برای من خوب بود. خب حالا میخوایم بریم طرح ایجاد کنیم. این جایی هست که من نشانگرم رو زده بودم. من همونجا یک دونه بست میزنم. خب بست رو که زدم، همونجا من 3 تا زنجیره میبافم. حالا ببینید این دونه ای که روش بست رو زدم، نه، یک دونه قبلش. این ته چیه؟ شما یکی جلو یکی عقب، یکی جلو یکی عقب، اینجوری باید بافید. خب الان من اینو به عنوان پایه بلندم حساب میکنم. یک دونه قبلش، این بست یک دونه قبلش، نخ میگیرم توی اون یک دونه قبل، از زیر کل پایه رد میشم، نخو میارم میکشم، قد میگیره نخم، دوباره نخ میگیرم، از همون جای قبلی رد میکنم، قد میگیره نخم، دوباره نخ میگیرم، از همون پایه نخو در میارم. 3 بار این کار رو انجام میدید. کل نخ رو از تمام حلقه ها بیرون میارید و یه دونه پایه میزنید. این پایه هر رو اونقدر صفر نزنید، ما برای ردیف های بعدی بهش نیاز داریم. خب الان متوجه شدید چی شد؟ این جایی که به 3 تا زنجیره یا پایه بلند خورد، یه دونه قبلش. خب الان من میخوام برم دونه بعدی رو بافم. برای دونه بعدی اینجا نگاه کنید، این 3 تا زنجیرم یا همون پایه بلندم، این جایی که طرح رو انجام دادم، این پفکی رو انجام دادم. خب این دوتا، این که هیچی، یک دونه بعدش هیچی، روی دومی. اوکی، این که روش بافتم هیچی، این پایی که روش کار شده هیچی، اولی نه دومی. روی دومی یه نخ میگیرم روی قلابم، روی دومی یه دونه پایه بلند میبافم. خب دیدید دوباره این بین این پایی که الان روش بافتم و پایه‌ای که روش کار شده، یک دونه پایه هست که خالیه. من الان میخوام روی این ببافم. دوباره نخ میگیرم روی همون پایه، میرم داخل، نخو میارم بالا، نخو نگه میدارم، دوباره نخ میگیرم روی همون پایه، میرم نخو میارم بیرون، دوباره نگهش میدارم، نخ میگیرم توی همون پایه، رد میشم و همینجا تمام حلقه هایی که روی قلابم هست، میخوام دستم مات نیفته، رد میکنم. خب دوباره یه دونه میبافم. اینجوری میشه طرحتون.
خب دوباره این یه کمی شل شد، من جلو دوربین میبافم. خب دوباره نخ میگیریم روی اولی، نه من از اینجا دیگه بهتون نشون میدم، روی اولی نه، روی دومی. ببینید این پایه روش کار شده، این اولی بعدش نه، روی دومی یه دونه پایه بلند میبافم، بینشون یک پایه خالیه. من میخوام الان اونجا این پفکیه رو ببافم. دوباره نخ میگیرم یک بار، نخ میگیرم دو بار، نخ میگیرم سه بار. اوکی، نخو میکشم قد بگیره کارم، رد میکنم از کل کار و یک دونه پایه میبافم. ببینید طرحتون این شکلی میشه. بلکه ویدیو طولانی نشه، شما دیگه اینو میدونید دور تا دور کارتون رو ببافید تا برسید به این قسمت آخر کار برگردیم. عزیزم ببینید من این رج رو تمام کردم و این شکلی. خب حالا میخوام رج رو ببندم. ببینید برای این طرح اولی خب ما 2 تا خونه داریم، ما روی هر طرحی 2 تا خونه داریم، درسته؟ حالا همین طرح اولی شما 1 2 3 این سومین زنجیره که زدیم و اینم اون پفی که بافتیم، روی همین سومین زنجیره یه دونه بست میزنید. خب همینجا 3 تا زنجیره میبافید، کارو برمیگردونید. خب عین همون ردیف قبلی. الان این پایه بلندم محسوب میشه، نخ میگیرم توی یک دونه قبل، باید برم توی فضای قبل. این الان اینجایی که من زنجیره زدم، ببینید از بالای کار، اینجایی که من الان بست زدم روی زنجیره زدم، من یک دونه قبل توی فضای قبل نخ میگیرم و همینجا یه دونه از این پفیا میبافم. اگر که نخ شما خیلی ضخیم هست 2 تا هم میتونید ببافید، یعنی 2 بار نخ بگیرید، ولی من 3 بار میگیرم. خب بافتیم. حالا میخوایم بریم جلوتر. اوکی من الان اینجا بافتم، میخوام برم برای دونه بعدی رو ببافم. ببینید برای این پفی ما روش در واقع ببینید 1 2 3 اینجوری نگاه کنید، انگار روی هر کدوم 3 تا تشکیل شده. من روی اولی نه، روی دومی باید ببافم. ببینید این اینور، این اینور، وسطی 1 2 3 روی وسطی. الان من نخ میگیرم روی همین وسطی یه دونه پایه بلند میبافم. اوکی نخ میگیرم روی فضای خالی قبلش پفی میبافم. خب دیدین؟ خب دوباره حالا برای دونه بعدی از اینجوری بهتون نشون میدم. حالا از این زاویه ببینید. الان میخوام هم روی این ببافم. خب این 1 این 2 این 3 روی وسطی نخ میگیرم 1 2 3 روی دومی که میشه وسطی اینجوری یه دونه پایه بلند میبافم. حالا اینجا یه دونه فضا بینشون مون، ببینید این فضای خالی قبلی رو نخ میگیرم و داخل فضای خالی، بچه روی دونه ها نبافید، داخل فضای قبلی میبافید. این کار بچه ها، این طرح اینطوریه که وقتی که قد میگیره کارتون انگار اینجوری چپ راست میشه. من حالا تا 2 تا 3 تا ردیف میبافم که شما ببینید، بعد دیگه ادامه کار رو خودمون هر کسی خودش انجام بده برگردیم. دیدین دوباره همین جوری. حالا من ادامه نمیدم که فیلم طولانی بشه، همین شکلی دور تا دور کارتون رو ببافید که تمام بشه این رج برگردیم. دوستان نازنینم من این رج رو بافتم، اینجا بسته کارم رو میزنم دوباره روی سومین زنجیره که ابتدای کار زدیم، عین رج قبلیه، فقط
توی بافت هر رج شما هی کارتون رو برمیگردن. بچه ببینید این وقتی که تموم میشه کارتون، اون رج اول به این شکل میاد کنار کفیتون قرار میگیره، میبینید؟ خب برای بافت رج بعدی چه کار میکنیم؟ دوباره 3 تا زنجیره میزنیم، دستمون رو بر میگردونیم. اوکی. خب دوباره بر میگردیم روی یه فضای قبلی، فضای خالی قبلش، عین همین ردیف دوم که بافتیم. اینجا دوباره یه دونه از این پفیا میبافیم، میریم روی پفی بعدی، این نه وسطی دقیقاً، اینجا یه دونه پای بلند و دوباره توی فضای بین 2 تا پفیا میایم یکی عقب و همینجا یه دونه از این پفیا میبافیم. خب دیگه تمام این کار، دیگه تمام این رج ها به همین ترتیبه. شما یه رج رو به دستتون داخل کیفه، یه رج دستتون بیرون کیفه، برمیگردونید اینجوری کار رو برمیگردونید، میبافید تا جایی که خودتون دوست دارید بلندی کیفتون باشه. من نمیدونم، فکر میکنم 13-14 رج حداقل ببافم. اگر که ببینم خب میخوام اون کوتاه‌تر بشه کمتر میبافم. من میبافم اون اندازه‌ای که به نظرم خوبه، برمیگردم ادامه میدیم ویدیو رو. دوستای نازنینم ببینید من بافتم و چند رج شد؟ 2 4 6 8 10 12 و 14 رج من بافتم که این رسید به انتهای کار من. یعنی برای من 14 رج کافی بود. خب من حالا میخوام دورگیری کنم این کارمو و میخوام بهتون بگم که برای دورگیری خیلی همون روش ساده همیشگی رو میخوایم پیش بریم. من آخرین دونه رو میزنم، فقط این که ما برای دورگیری این کار این همون رجه قبلی بس میزنم. خب یه دونه زنجیر میزنم، من روی تک تکشون نمیبافم و این الان من همین جایی که بس زدم من پیدا کنم نقطم. آها ای بابا، همین جایی که بس، من اشتباه میکنم سرجه خوش بره، همین جایی که بس زدم روی دونه وسطی الان دقیقا من یک دونه میبافم. خب بعدش نمیام روی دونه بعدی ببافم یا بعدترش، توی فضای خالی ما بینشون یک دونه میبافم و دوباره روی دونه وسطی. اینی بود که توی تمام رج ها اون روی دونه وسطی ما یه دونه پای بلند میزدیم، همونجا دوباره الان یه دونه دیگه میبافم اینجوری روی اون دونه وسطی و فضای وسط، فقط اینجاها بافت میزنید. خب 2 رج ببافید. این الان یک رج میشه که تمام کنیم، پس بلند یا بگیم یک رجم روش میبافیم که دیگه کار تمیز بشه. برمیگردیم برای دسته کیف. خب ببینید من الان بافتم، این 2 رج رو هم بافتم. خب این نخو دیگه من اینجا پنهان نکردم که شما ببینید. حالا میخوام بریم برای بند. بچه من این بند یاد گرفتم و میخوام بند این کیف رو ببافم. شما میتونید از بندهای چرم هم استفاده کنید. ببینید بند بلند اگه خواستیم بزنید اینجوری نصف میکنید کارتون رو، این 2 طرف میتونید حلقه بندازید بند بزنید. حالا من برای بند بلند هنوز فکر کردم، ولی من 2 تا بند کوتاه از این دستی ها میخوام برشتم چون روی کیفای گرد همیشه خیلی زیبا میشه. حالا بریم برای بافت بندم. ببین یه قسمی از این نخو شما آزاد بذارید برای وقتی که میخوایم بدوزیم. اینجا من زوم کنم. با 3 تا زنجیره شروع کنید. زنجیره های سفت نزنید، زنجیره ها رها باشه، آزاد باشه توی دستون، چون بعد به مشکل میخوریم. 1
1 2 3. این 3 تا زنجیره توی دستتون بمونه. بعد بیاید توی زنجیره اولی یه دونه پایه ببافید، نرم ببافید. اوکی. زنجیره دومی، زنجیره سومی، میبینید زنجیره زوم کنم که شما ببینید قشنگ. زنجیره دوم، زنجیره سوم. دوباره توی زنجیره دومی هم یه دونه ببافید. خب اینجا زنجیره سومیه دیگه. توی زنجیره سومی هم یه دونه ببافید. خب حالا ببینید از اینجا به بعد کار وقتی دستتون رو میچرخونید نخهای جفتی رو به رو هم میاد، مثل اینجا. ببین جفت نخو میگیرید، یه پایه میبافید. خب دوباره اینجا دستتونی که میچرخونید یه جفت نخ دیگه میبینید، اینجا دوباره جفت نخو میگیرید، یه پایه میبافید. اوکی. دوباره دستتون رو میچرخونید، یه جفت نخ میبینید این شکلی. نخهای روبرو هم رو میگیرید، دستتون رو که یواش یواش میچرخونید این نخها رو میبافید. خب خیلی بند جذابیه به نظر من و اینکه خیلی هم راحت بافتش. من الان برای 2 تا دسته میخوام از همین بند ببافم. بند بلند نمیدونم، ممکنم از بند بلندم از همین جنس ببافم، ممکنم از نبافم. میگم که اینا رو من آخر کار همیشه تصمیم میگیرم، ولی برای کیف گرد هر وقت یه ببافم حتما از این دسته های کوتاه میبافم. ببین بچه ها بافتش ببینید خیلی جذاب میشه. بهتون نشونش بدم. اینجوری زوم کنم که شما ببینید. دیدین؟ خب از این دستا میبافیم به اندازه بلندی که خودمون دوست داریم. من نمیخوام اونقدر کوتاه باشه، نمیخوام خیلی بلند باشه، میخوام اینجوری حالا روی کار بهتون نشون بدم بلند یک کم باشه. خب من میخوام ببافم و میبافم، بعد میام اندازه دسته کیف و اینجوری بهتون میگم. اول کار روی ویدیو اندازه دسته کیف رو بهتون ندادم. وقتی که بافتم یه دونشو که بافتم بهتون اندازه میدم که شما مگه دوست داشتین هم اندازه من ببافید. ابعاد این کیف هم که اول ویدیو بهتون گفتم. بریم ببافیم، بیام بعد دیگه دسته رو بدوزیم و نتیجه نهایی رو ببینیم. خب ببینید بچه من بافتم، فقط این که میخوام آخر اینو بهتون بگم که چطوری ببندینش. خب ببینید 3 تا عین همون اول، ولی روی یه دونه از لوپا 3 تا اینطوری پایه ببافید که بشه شبیه اول کارتون و اینجا دیگه سفت کنید، این بست بزنید. خب با یه نخ اضافه من اینو میبرم. ببین من الان 2 تا بافتم. خب به نظر من خوب بود 2 تاش. اینجوری من اینجوری تست کردم، جای دست داره. اندازه بندا هم الان بهتون میگم چقدره. تقریبا برای من 30 سانت، حالا تا 31 سانت. ببین روی کیفم که من دوربینو بیارم بالا، اگر که روی کیفم بزنم اینطوریه. میتونم پهن‌تر که من دوست ندارم، من اینجوری دوست دارم. خب حالا من میخوام اینو وصلش کنم. بچه ببینید جای وصلتون رو مشخص میکنید. اینجوری شما میتونید بشمارید چند تا میشه. 2 4 6 8 10 12 14 16 و 18 تا. خب این طرف هم که همینقدر میشه. 2 4 6 8 10
12 14 16 و 18. خب این دو طرف کار من میشه. حالا من میخوام بین این 18 تایی پیدا کنم و دستام هست کنم، بینش رو پیدا میکنم، دسته رو میذارم، میام که بهتون نشون بدم. من وسط این 18 تایی رو پیدا کردم، شد اینجا، بعد 3 تا اومدم عقب، این برم 3 تا اومدم عقب. خب حالا همین جایی که قلاب رو گذاشتم من میخوام از اینجا، بهتون گفتم نخ اضافه بذارید برای که اینجا دیگه مجبور نباشید حالا نخ رد کنید و بعد اون نخ حالا هی هایدش کنید. خب از این لا رد میکنید اینو، خب اینجا اینجوری وصلش میکنید، اینم فکر میکنیم که وصل شد. اینقدر میشه و به نظر من خوبه. من خیلی دسته های بلند رو نمیپس، همینقدر که توی دست من جاشه اوکیه، چون این دسته خیلی هم نرمیه خیلی هم خوش فرمه. خب اینجا اینجوری من یکیشو بیشتر بچه نشون نمیدم برای اینکه توی زمان ویدیو به مشکل نخواهید. خیلی ملایم توی یکی از این پایه ها ردش کنیم. اینجوری دیدین من روی بافت خودش رد میکنم که معلوم نباشه از این به از پشت کار اینو در میارم. دوباره این ور بهتون نشون بدم. من یه دونه از این سر میگیرم که خیلی هم دسته من فقط به یک نخ وصل نباشه. و یک دونه دیگه رد میکنم. دوربین من نیافته. خب از این بر این دیگه دور آخره. من میخوام اینو رد کنم. روی خود بافته سعی کنید رد کنید سوزنتون رو که توی بافتتون شلختگی به چشم نخوره. خب دیگه اینجا با ماست که این نخمون رو اینجا پنهان کنیم. دیگه اینجا گره بزنید یه جای مناسب. خب یه جای مناسب زیر دسته پیدا کنیم. اینا خیلی آروم گرهش بزنیم و دیگه پنهان کردن کار که خودمون بلدیم هممون. بچه اینو من یک جای من میخوام روی بافتا همیشه سعی میکنم نخمو پنهان کنم خب که به چشم نیاد. و این کیفه خودش بافت شلوغی داره خدا رو شکر، شما خیلی به سختی نمیخورید برای پنهان کردن این نخ بند کیفتون. خب اینجوری پنهانش کنید توی یکی از بافتا. منم الان این کار میخوام انجام بدم که شما ببینید برای کسایی که شاید مثلا بار اوله دارن کیف میبافن یا نمیدونن هنوز. این خیلی سخت نیست. تموم شد.
اینطوری دیدید اینم پنهان میکنم. من این 2 تا دسته دیگر رو بس میکنم، برمیگردم میام. دوستای نازنینم ببینید من دسته ها رو بس کردم. این روبانم به عنوان اکسسوری بهش وصل کنم. شما میتونید چارم بگ هم ببافید بهش وصل کنید. و ببین بچه ها نخو نکشید اصلا. من نخو کشیدم یه جا نخم پاره شد. و اینکه این کیفیه که شما در آخر تحویل میگیرید. اینجور بزنمش که خوب ببینیدش. امیدوارم که از بافت این کیف لذت ببرید، ببافید، بفروشید و کیف پردرآمدی بوده باشه براتون. اگر که دوست داشتید این آموزش رو، یادتون نره که ریاکشن، لایک و شیر این آموزش ها به من کلی انرژی میده.